به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت. بیننده های عزیز و ارجمند، هواداران برنامه آفتاب محبت، ما سلام و پیام و کلام شهردبار خویش را برای شما ارزانی می داریم. این بار موضوع ما البته باز هم تربیت جوانان است، تربیت نورسان است. از این لحاظ به استودیو ما متخصصان ساحه معارف را دعوت کردیم تا به این مسائل روشنی اندازند. البته تعطیل تابستانه فرا رسید و پدر و مادران باید که از پی تربیت فرزندان خویش باشند، آنها را در جاده علم آموزی، زبان آموزی، هنر آموزی راهنمون گردانیده باشند. ما را همراه باشید. دست ما کتابی ای محبت. معلمی ارجمند، امروزها من تعطیل تابستانه هم فرا رسید. بچگان، خوانندگان، نورسان در احاطه عائله هستند، در عهده پدر و مادر بیشتر. برای آنکه آنها سرگرمی بازی نباشند مدام، برای آنکه آنها از تحصیل دور نمانند و پیوسته آموزند، زبان آموزند، هنر آموزند، اندیشه شما را فهمیده باشند. مرحمت. چون ما میدانیم که کودک یک میوه شهدبار انسانیت است. پدر مادر شخصایی هستند که مسئول فرزندابه. همچون یک آموزگار، همچون یک فرد، من افتخار دارم که همین گونه کشور داریم. یک قانونی هست که نمونهش در جهان نیست. بله. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تعلیم تربیت کودک با تحریر نو قبول شد که این اگر از نقطه نظری معیار اخلاقی، معاشرت، مناسبت عائله و عائله داری، فرزند و فرزندداری، اگر ما مسئولیت دانیم، لیکن همین قانون نیست به والدین و به متصدیان، به علاقمندانی که با کودک، تربیت کودک علاقمند هستند و فعالیت میکنیم و یا وابستگی دارند، آنها را به آن وادار یا روانه میکند که تعطیل تابستانه یا 2 ماه یا 3 ماه کودکان، فرزندان من شما، تعلیم گیرندگان، شاگردان من شما چگونه میگذرد. با خوشبختانه آنی است که ما دولت داریم، حکومت داریم، پیشوای معظم ملت داریم. هر پیام خود به مسئله کودکان، به مسئله تربیت فرزند، به مسئله معارف و تعلیم و دیگر اهمیت خاصتا میدهند، زیرا معارف ساحه کلیدی است. بله. اما دولتی که روی به معارف آورد، حتما وی دولت رشد میکند. از همین نقطه نظر برابری تعلیم، تربیت، در برابری صفت تعلیم، تحصیلات، از آن جمله فراغت و استراحت کودکان نیز از مد نظر دور نیست. بنابر همین من چند سال است که در مؤسسه تعلیمی فعالیت دارم. میدانم که هر سال از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان فرمایش، قرارهای معین به تصویب میرسند تا که در فصل تابستان تعطیل تابستانه خوانندگان، محصلین درست فرا گرفته شود تا اینکه آنها استراحت خوب داشته باشند و باز ماه سپتامبر آغاز سال تحصیل با فعالیت یک استراحت کرده، برقرار شده فعالیت خود را دوام دهند. اکنون اگر این پهلوی دولت و دولتداری ما با مسئله تربیت کودک وقت و همین تعطیل تابستانه درست به راه مانده شده نشه، بسیار تدبیرهای زیادی اندیشیده شده باشد. بنده نیز سالهای بودن که در استراحتگاهی بیرون از شهری
همچون سرمربی همچون دیرکتری استراحتگاه فعالیت کردم. نه تنها حکومت و دولت اینچنین تشکیلات های بین المللی که همکاری نموده ایستاده برای خاطرمان و شوق‌آور و هم آموزشی گذشتن همین استراحتگاه ها پافشاری میکند تا اینکه همین دوره بی‌آلایشی کودکانه و دوره شیرین کودکی خاطرمان باشد. اکنون پهلوی دیگری مسئله این والدین. اگر والدین، من باوری دارم هر یک والدین برای فرزندش نیکی میخواهد، همون رسالتی پدر مادری اجرا کردن میخواهند، لیکن بعضا حالتهای میشد که ما سرگرمی فعالیت مهنتی میشیم، کارم هست، امروز کار دارم، پگاه وقت ندارم، همین گونه میشه. لیکن خوب میشد در وقتی تعطیل تابستان فرزندای خود را تا اینکه آنها به نظارت نمونند، تا آنها به کارهای بیهوده دست نزنند، تا اینکه آنها به کارهایی که به آنها ضرر میرساند جلب نشن، یا بعضی کسا از این حالت استفاده برده جلب ننمایند. پدر مادر عید تعطیل تابستان یا وقت گذرانی فرزند خود اندیشه نمایند. پیشوای معظم ملت از پی غم فردای دولت هستند. امروز باشد فردای دولت هستند. از دوران مؤسسه تا مکتبی زبان خارجی، انگلیسی، دیگر زبانهای آموختن جاری کردن. طلبات هست و الکی والدین به همین ردیف میگن که وقتی تعطیل خالی کو فرزندای ما بینم همسرا مصلحت کرداسن اینش زبان انگلیسی آموزی بتیم، چونکه من بعد تعلیم با زبان انگلیسی در مؤسسهش در وقتی تابستان کمک می شود که این درس ها و بند نیو زبان آموزی میکند. اینم یک بسیار از آنه که شرایط هست، محفل های زبان آموزی، کورس های زبان آموزی هستند که الکی خلق، مردم، شهروندا درک کردن که فرزند خود رو همین راه اندازی نماید. یا بینید مهنت کردن یگان کسب و هنره استاگی اگر سین سالی صنفای بالایی باشد در نزد کسی گذارند که وی آموزد تا اینکه مهنت هم آدم را تربیه می نماید. و این شوق و ذوق کودک را برای زیبا پرستی، مهنت دوستی، بی فارغ بال نبودن، بی مسئولیت نبودن، یعنی وقت خود را درست به مقصد به مورد استفاده بردن. آیدی آنه گفتید که کودک ها به کارهای زیشت دست نزنن. کودک همینه است که بی نظارت ما به یگان کاری دست میزنن. شما سوال کرده استادید که چی کار کنیم که کودکان بی نظارت نمانند، انمون وقت خودشان رو درست استفاده برند و به راه مانند و به منفعت باشند. دستی مکتابی ای محبت. کودک آینده ما است. برای بهتر شدن آینده ما هر یکی ما باید کوشش کنیم. شکرانه فضای صلح و وحدت و آسایشتگی کشور به ما امکانیت میدهد که ما برای درخشان کردن آینده خودمان، یعنی تعلیم و تربیت درستی کودک کوشش نماییم و با دستور وزارت معارف برای خوب گذراندن تعطیل تابستانه در همه شهر و ناحیه ها در مؤسسه‌های تعلیمی شرایط فراهم آورده شده است. پیش از همه بزرگ میگوید که انیسی کنج تنهایی کتاب است. برای بهتر گذراندن شرایط تعطیل تابستانه خواندن کتاب چیزی از همه بهترین است، زیرا کتاب پند و نصیحت میدهد، ما رو برای راست هدایت میکند و آموزش کتاب جهان معنوی کودک را بوی میگرداند. بنابراین پدر و مادران باید کوشش کنند که فرزند اقلا هفته به یک کتابی بدهید مطالعه نماید، جهان معنوی خود را بوی گرداند. با دستور وزارت معارف در نزد تمام مؤسسه‌های تعلیمی رویخط
тавсия шудаи китобҳои бадиӣ аст ки хонандагони мо метавонанд аз мутолиаи он пеш аз ҳама ба озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноии китоб аст, илмфурӯғи маърифат омодагӣ бинанд ки ҳамагон медонем бо дастгирии пешвои муаззами миллат маблағи ғолибони ин озмун ду маротиба зиёд шудааст. як шогирд агар дар 3 моҳи таътил самаранок китоб хонадагар метавонад ки дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ иштирок карда соҳиби 140 000 сомонӣ шавад ки ин барои шогирд маблағи хеле калон аст ва барои буҷаи волидайн ҳам кӯмаки хеле хуб мешавад. ба ғайр аз ин дар 18 шаҳру ноҳияи вилоят марказҳои таҳсилоти иловагӣ амал мекунад ки дар назди онҳо маҳфилҳои гуногуни касбомӯзӣ, ихтироъкорӣ, забономӯзӣ амал мекунад. падару модарон метавонанд ки ба марказҳои таҳсилоти иловагӣ муроҷиат карда фарзандшонро дар ин маҳфилҳо аъзо намоянд. дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят марказҳои забономӯзӣ аст. челе ки мегӯянд забондонӣ ҷаҳондонӣ аст ва омӯзиши забон ҳам барои фарзанд як аҳамияти муҳим дорад. падару модаронро зарур аст ки ба марказҳо фарзандонашро аъзо кунанд ва барои омӯхтани забон ба онҳо кӯмаки худро расонанд. тоҷикистони мо як кишвари зебо аст ва ҷойҳои тамошобоб, ҷойҳои тарихии зиёд дорад. волидайни муҳтарами мо метавонанд ки дар рафти таътил оилавӣ ба ҷойҳои тарихӣ фарзандро бурда ҳам ҷаҳонбинии фарзандро васеъ кунанд ва ҳам бо таърихи мо фарзанд ошно гардад. ба ғайр аз ин метавонанд ба ихтироъкорӣ ки дар ҳамаи марказҳои таҳсилоти иловагӣ маҳфили ихтироъкорӣ аст, ба ихтироъкорӣ фарзандро ҷалб кунанд. ва ҳамин гуна дар фазои имрӯзаи тоҷикистони азизи мо барои омӯзиш, барои истироҳат, барои касб омӯхтан ҳамаи шароит муҳайё аст. фақат волидайни азиз бояд ки ҳамон таътили тобистона ба як раванди дуруст гардонану назорат кунанд ки фарзандҳо ба корҳои беҳуда банд нашаванд, фарзандҳо бештар ба омӯзиш машғул шаванд. ва огоҳ кардани ҳастам ки албаски таътили тобистона аст ва оббозиҳои беҳуда метавонад ки фарзандонро ба бадбахтӣ биёрад. пеш аз ҳама ман тавсия медодам ки фарзандон беназорати калонсолон ба оббозӣ машғул нашаванд ки ин оқибати хуб надорад, ё ки дар ҷойҳое ки мамнӯъ аст оббозӣ дар он ҷо оббозӣ накунанд. хулас масъулияти босамар гузарондани таътили тобистона ба дӯши падару модар аст. лекин муассисаҳои таълимӣ, роҳбарони синфҳо ҳам дастур гирифтаанд, вазифа доранд ки дар ҳамон раванди таътили тобистона шогирдон худро назорат кунанд, мутолиаи китоби онҳоро пурсон шуда истанд ва ақаллан ҳафтаи як маротиба як китоби бадиӣ агар шогирди мо хонад, фарзанди мо хонад, ояндаи мо рахшон шуда метавонад. саломат бошед муаллим. دستی ماکتابی ای محبت. дар маркази мо 20 номгоҳи маҳфилҳо амал дорад. дар умум дар вилоят аз 18 шаҳру ноҳияҳо гирем агар 641 маҳфил амал мекунад. дар онҳо 3200 нафар хонандагон аъзои маҳфил ҳастанд. барои барномаи 72 соатина ҳам омӯзиш ва ҳам ба истироҳатгоҳҳо ба сайру гаштҳо ҷалб карда мешаванд. дар маркази мо барои духтарон номгоҳи маҳфилҳои зиёд ҳастанд ба монанди бурандагӣ, дӯзандагӣ,
گلدوزی کامپیوتری، کشید دوزی، بافندگی، روزگارداری عمل میکند. برای پسرها باشند اگر دوریدگری، اوی مدیلی، از روی فنی گوییم اگر محفل رسامی، کامپیوتری، زبانهای روسی و انگلیسی، خیمیکان جوان، بیولوژی، فیزیک، متماتیک محفل ها عمل می نماید که ما همه اعضای محفل را خوانندگان انتظار هستیم. محفل های ما رایگان می باشند. طلبه ها می توانند آمده وقتی خود را در آنجا بی ثمر نگذرانده به محفل ها اشتراک کنند. اعضایان محفل ما با آزمون های ولایتی جمهوری اشتراک می نمایند. همه سالانه در آزمون ها اشتراک کردند و همین سال جاری باشد هم در آزمون این فروغ معرفت 3 نفر اعضایان محفل ما از روی برنامه سازی و اختراعکاری سزاوار جایهای نمایان گشتند. اما سالا اشتراکچیان اعضای محفل ما هم در آزمون رسمی بهترین پیریخ اشتراک کرده جایهای نمایان را گرفتند. در عموم گیریم اگر در مرکز با همراهی ریاست و با همراهی شعبه معارف در استراحتگاه بیرون از مکتبی، استراحتگاه سالمگردانی و استراحتگاه نزد مکتبی عمل میکند که 10 استراحتگاه بیرون از شهری، 695 استراحتگاه نزد مکتبی و 143 سالمگردانی، 135 لاگری ورزشی سالمگردانی عمل می نماید. بله، البته تمام شرایط ها امروز برای نورسان ما، برای جوانان، برای مکتبیان باز است که آنها زبان آموزند، هنر از خود کنند. این 3 ماهی تعطیل را بیهوده نگذارانند. از پدر و مادران خواهش کرده می شود که فرزندان خودشان را بی نظارت نگذارند. در مرکز ها عموما در 18 شهر و ناحیه 28 مرکز عمل کند. همه آنها رایگان هستند، انتظار خوانندگان هستند. یک خواننده می تواند به 3 محفل عمده عمل کند. برای آنکه هر یک محفل ما یک خواننده باید در یک هفته 4 ساعت عمده موضوع خود را از خود کند. یعنی که یک هفته 2 مراتبه اگر مثال گیریم اگر محفل رسم کشی حاضر همه جوانان بسیار ذوق و رغبت دارند، هفته 2 مراتبه در محفل رسامی اشتراک کنند و دیگری باشد به محفل کامپیوتری یا اینکه به خیمیه، حاضر به فنهای دقیق که همه بسیار ذهنی خود را گذاشته است می توانند به محفل خیمیه اشتراک کنند یا اینکه به محفل بیولوژی اشتراک کنند. متماتیک هم هست، متماتیکی هم هست، فیزیک، فنهای دقیق ما هست. بعضا پدر و مادران یافت می شوند که فرزندان نابالغ خود را به کارها جلب می کنند، یعنی که به فروختن یگان مواد. آنها وقتی که خودشان مستقلانه سودا می کنند یا اینکه یگان کار مشغول می شوند، همین مهری خواندن، هنر آموختن از دل آنها بیرون می شود، یعنی که مهرشان کمتر دور می شود. همین از روی روانی برای کودکی که حالا وی میده است و کار جلب کردن آنها درست است یا شما چی اندیشه دارید؟ تشکر زیاد هدیه بانو. اگر از نقطه نظری حقوقی یا اساس قانونی گیریم، کودک به فعالیت مهنتی جلب کردن، فعالیت مهنتی از سن 15 سالگی، بعضا حالت‌های هستند که از سن 14 سالگی این با مکتوب مساعدت کننده. لیکن همطور ما گفتیم که دوره کودکی این دوره بی آلایش است. دوره که کودک دیگر یک شخصیت معصومی به محتاج نیاز یک توجه و مهر و محبت کسی خاصتا مادر و اطرافیان داره. من فکر میکنم همین بعضا از سن و سال جوانی وقتی که سن و سالتون میرد یا دوره به دوره تفکر انسان فرق میکنه. من از نقطه نظر آنه که امروز یک سن و سال دارم فکر میکنم دوره کودکی ما دوره ما والدینو دوره پیری هم ما تامین میکنیم فرزند تربیه نموده. بله البته وقتی که پدر مادر با مهر همین مسئله شرایطی فراغتی استراحتی
فعالیتی مهنت کردی اویله و تربیه کلان خورده احترام کردن دیگر کردی به وایه میرسد البته وی مهنت ضایع نمیره وقتی که پیر میگردید یا سن و سال معین به میرسید همون مهری داده شما برگشته میآید. من همین گونه فکر دارم زیرا این ببینید در عرفیت میگویند که جو کاری جو میدروی گندم کاری گندم میدروی. آخر والدین عزیزی ما وقتی که به فرزند توجه میکنن اهمیت میدین تربیه میدین بعضی میگن بسیار گپ میزند رسا گپ میزند والدین یا همین گونه فکر میشد لیکن در کجای خوندم که با پدر به فرزند خود به هر یک کاری وی اهمیت میداد. همین ظرف را همینجا مانده نادرست مانده باشه اینا باید درست مانی پای افسال رو نادرست کشیده گذشته باشد نه اینا باید درست مانی خاصه وقت میگذره بزرگ میشود و به کارگاه برای منصب به کار قبول کردنی میشود و اعلان میشه سردار کارگاه کارگر به کار قبول کرده اعلان میکنن میگن دعوت میکنن ساعتی معین 10 نفره 10 نفره انتظار میشن لیکن امروز علم و تکنیک پیش رفته تکنولوژی پیش رفته است تجهیزات های هستن که از اتاق کاری از کابینت کاری قبولگاه که آمدن میبینید همین من نگاه کرده میشند همون آدمی کارفرما که 10 نفر 9 نفر با تیزی آمده میدروین که ساعتی معین کرده شو و حاضر شویم لیکن همه آخران آدمی که می آید همان فرزنده که پدر بسیار همه چی و اهمیت میدادن و تربیه میدادن همان آدم می آید وقتی می دروین همون کارگاه این مخصوص بودگی قطعی پرتاب چپه شده ایستاده است چراغ در گرفتگی روز است و هرچی هر خیل درست ایستاده با رقص موندگی با همین گونه مخصوص و وقتی که این آدم آخران میآید میگیرد چراغ خاموش میکند جارو به جای معین میگذارد قطعی پرتاب راست کرده میدروید از اینجا علاقه همون کارفرما میگوید زیر دستش بگه 9 نفری که پیش آمدن جواب میدهید و 10 کسی که بود دروید این تربیه پدر و مادر است وقتی که وی میدروید میگوید من آخر دیر آمدم و این 9 کسی دیگر میگه نه شما اهمیت کار به قبول شما باید کدام وظیفه و از فلان روز کار شروع کنید و فرزند در همان جا درک میکند که سخنهای پدر تربیه پدر گفته های پدر بیجا نبودن و چون که کودکی جوانی غرور بعضا از پدر خفه هم شده بوده که ایقه پدرم من بزرگ شدم و سخن میکنه منو تربیه میکنه آخر من بزرگ شدم کو از دیدی کودکی و فرزندی بعد می آید و پدر دستاشون می بوسن میگوین که پدر هر حرفی که برای من یاد داده بودید برای بس نرفته است در ردیف همین گفتنی هستم که پدر مادر رو اگر حاضر ما میفهمیم و همین دوره های حالا هم همین گونه هستیم کار تشویش زندگی فعالیت وظیفه یگان و هست مسئولیت لیکن مسئولیتی بهترین این تربیه فرزند است بیهوده همین گونه قانون که در دنیا نیست نمونه آن در تاجیکستان ما که ریشه عنعنه های اجدادی داریم ملی داریم پدر حرمت کردن مادر حرمت کردن اعضای عائله با احترام بودن همین چیزا خاصتا اهمیت میدیم لیکن ببینید در سطح دولت و دولتداری پیشوای معظم ملت باز به همون ریشه خودمو روانه کرده گفتن که امروز زحمت میکشیم پگاه راحت میکنیم همون برای من فکر میکنم والدینای عزیز پدر مادر اگر جوان گرچنده باشن اکو ما فقط پدر مادر گویم مایم بی بی ها بابا ها خوب میشد با گوشه های سیاهی فرزندای خود نبیره های خود برن بینید وقتی قلعه خوجنبه میدرایدن همین یک گویا که حیات دیدی جایهای بسیار دیدید لیکن وقتی که به قلعه خوجند میدراید یک طبیعت عجایب است فضای عجایب است
من از همون سیر و سیاحتم آمدم و خانه گفتم فرزندم بگی همین خیلی خوش روی قلعه احسن که مهنت کردین، تشکر پیشوای معظم ملت بکی همین چیز رئیسی ولایت هنرمندا وقتی هفت کل میرید و آبی مصفای و زلال و عکستون میبینید همین بر این این شفاف است زیبایی در جهان و است. طبیعت دیده من میگم صبح خیستی مرکزی سیاحی دارد اونجا، بله بله خارجی های قبول میکنن، سیاح های قبول میکنن، او به نگاه میکنید و افتخار میکنید که باشنده همین سرزمین هستید. بله. وقتی اسکندر کل میروید بسیار جای عجایب شده است. بگذار والدین ما بعضا با مبلغ ها نادرست به فکرم استفاده میبریم، میگیریم پرخوری و بعضا از برنامه همین و تلویزیونی سوق میبینم، بعضا از دیگر شبکه ها میبینم. امروز پرخوری یکی از سبب بیماری فربهی گردیده است که همین دوره کودکی و اگر بچه ها به اهمیت ندیم همین گونه حالت ها به گرفتار میشن، خوب میشد مبلغ برای همین سیر و سیاحت، جهان بینیشان وسیع کردن، زبان آموزی یا اینکه خودشان نمونه شوند، ورزش کردی مشغول شوند، بله، پدر رو البته. همراه خود گیرن، مادر پیاده گردی کنند. امروز بینه شهری خوجند ها، لبی دریای سیاه چقدر جای ما شما استراحتی که است. هم فکر هستیم بیهوده هم صحبت ها به یک جای نیستیم. هر بگاه وقتی که همون دو ساحلی سر دریای بینید از همین خودی چی گویم آغاز نوروزگاه سر کنید اگر چی گویم ماستگویی تا به این ورزشگاه 20 سالگی استقلاله. بله قدی راه یک سیر باب دیدن باب یک بیگاهی نسیمی است که خیالتان خانتان نروید شب همونجا مونه. بله با از همان سنگی مرمر به فکرم که کرسی ها برای نشست جا کرده مونده. این از غمخوری دولت و حکومت برای شهروندان و باشندگانش. باز چقدر دیگر لازم است، لیکن هر پیام گوش میکنم پیگیری میکنم، هر مجلس های حکومتی پیگیری میکنم، نقشه های دوربینی هست که آینده دولت و ملت و کودکان به روانه شده است. باز سخن پیشوای معظم به خاطرم میآید. من یک آرزو دارم میگه بینید راهبری دولت میگه که من یک آرزو دارم که هر یک خاندانی تاجیکستانی، هر یک شهروندی ما خرسندانه زندگی داشته باشه. بله اکنون زندگی شایسته بینند. و یا بله. که همین گونه تمنا میکنم من باورید هر یکی من شما بله. ما در نزد خود الکه عهده‌داری گرفته میگیم که برای همین هدف ها اجرا شدن از عائله سر کرده تا مقامات های تا اداره های تا شهروندای دیگر کش میکنن از این شرایط و از این طبیعت و از این آرامی و از این آبادی به منفعت استفاده برند و فرزندکای خودشون در روحی احترام، همدیگر فهمی، آرامی، صلح و ثبات، وطن دوستی، خویشتن شناسی، بی‌طرف نبودن و مانند این تربیه نمایند تا اینکه جنایت کم باشد. بله. متاسفانه از طرف نابالغان جنایت زیاد به چشم میرسد. کارهای زشت کم باشند. وقتی که به نقلات جمعیتی شنید خواننده ها یا آدم یا کودکا یک سیمای بالیده داشته باشند و با مهر و با احترام مراجعت کنند یا توجه کنند به کلانسا، یا اینکه همین گونه باشد که دست به بر گرفته به خاطر بیارد ما کودک بودیم لیکن ما می آموزانده از خودت کلان کوچه دیدیم السلام علیکم. بله. و مانند اینه همین به استفاده برن. یک دوره خاطرمانی شد. من حاضر به خاطرم از کودکیم پدرم وقتی که از سفری کاری می آمدند و همون نان و چی گویم بوبلیکی می گفتن همون می آوردن، حالی هم همین آرزو من تمنا می کنم که پدر مادر همین گونه حیات را کنن که چرا به خاطر آوردن. بله افتخار کند یک روز با داشتن مادر و پدر دولت و ملت پیشوای معظم ملت افتخار داشته باشه. من شخصا افتخار دارم.
من فکر میکنم که صحبت ما خیلی گرم شده ایستاده است. بیایید یک ترانه مرغوب شنویم همراه تا که جانهای ما راحت کند. وطن سرای نامی حافظ خوشخان اعظم جان بولتوبایف آمدند. خوش آمدند. مرحمت، یک ترانه وطن دوستانه منظور شما عزیزان می شود. ای دیاری کهن مثل روی جهان، سرزمین جوان گلشنی به خزان. ای دیاری کهن مثل روی جهان، سرزمین جوان گلشنی به خزان. چون بخارا کهن چون دوشنبه جوان، وارسی آلی سامان و سامانیان. چون بخارا کهن چون دوشنبه جوان، وارسی آلی سامان و سامانیان. آلی سامانی تو اصلی سامانی من، شهرت و شانی تو شهرت و شانی من. جشنی فیروزیت عقل و وجدانی من، با تو باشد قوی عهد و پیمانی من. جشنی فیروزیت عقل و وجدانی من، با تو باشد قوی عهد و پیمانی من. نازنین کشورم تاجیکستانی من، مهربان مادرم وطنی جانی من. نازنین کشورم تاجیکستانی من، مهربان مادرم وطنی جانی من. مهربان مادرم تاجیکستانی من. سوی وحدت روان جمله پیرو جوان، پرچمی امنیت بر سرت برفشان. سوی وحدت روان جمله پیرو جوان، پرچمی امنیت بر سرت برفشان. ملک صاحب بلان گشته این زمان، فیض بخشید به تو نکهتی آریان. ملک صاحب دلان گشته این زمان، فیض بخشید به تو نکهتی آریان. نازنین کشورم تاجیکستانی من، مهربان مادرم وطنی جانی من. نازنین کشورم تاجیکستانی من، مهربان مادرم وطنی جانی من. مهربان مادرم تاجیکستانی من، مهربان مادرم وطنی جانی من. سلامت باش. دستی ماکتابی ای محبت. در خصوصی با مهنت جلب کردن نابالغان گفتید. بزرگی گفته است که کشت نیکی 1 ساله، باغ نیکی 10 ساله، تربیه برای عصر هاست. بله، آفرین. وقتی که والدین آینده درخشان خود را خواهد، بیشتر باید که فرزندان خود را تربیه نماید و یک راستی به روحیه وطن دوستی و در روحیه بلند برداشتن فرهنگ ملی باید تربیه کند. وقتی که خیلی که در بالا شما قید کردید، وقتی که کودک رو ما با مهنت جلب میکنیم و بیشتر مهر و محبتش با پول میشد و با بله. چیزهایی که عاقبتی خوب ندارد به وی دل میبندد. اگر ما تربیه درست کنیم، پدر و مادر بیشتر به تربیه اهمیت دهد، این آینده هم پدر و مادر است و هم آینده ملت است. بیهوده پیشوای معظم ملت ساحه معارف را ساحه کلیدی نامیدند، چون که ما معارفچیان آینده ملت را تربیه میکنیم. آینده ملت این نسل نورس است. وقتی که
والدین با همکاری با مؤسسه‌های تعلیمی با استادان آموزگاران در روند تربیت درستی کودک کوشش کنند اگر این به فایده خود همون والدین است به فایده فرزند و آینده فرزند او هست. بنابراین من به پدر و مادران توصیه می‌دهم که فرزندان را به کار نه به آموزش بیشتر جلب کنند، بیشتر به کسب آموزی جلب کنند. هنر خوب میتواند که آینده فرزند را درخشان کند. عالم خوب میتواند که آینده ملت را درخشان کند و در همین روحیه پدر و مادران باید تنها برای آموزش کوشش کنند، چون که فقط آموزش میتواند ما را از همه گونه ورطه خلاص کند و انسانی با عقل و خرد، انسانی که دانش خوب دارد در زندگی هیچ وقت عذاب نمیکشد. ما اگر 2 ماه 3 ماهی که کودک رو به مهنت جلب میکنیم، الکی ما میتونیم 5 سال 10 سال آینده و تاریک کنیم. وقتی که وای ترقیات امروزی زمان باشد بعد از 10 سال در یگان جا کار نمی‌یابد، چون که به دیپلم به یک اختصاص در زمان امروزه کار یافتن دشوار است و خودی ترقیات جهان هم اثبات کرده ایستاده است که ما باید بیشتر رو به علم و معرفت بیاریم و همین نازکی رو پدر و مادر باید درک کنند، فرزند خود رو به مهنت نه به آموزش جلب کنند تا که آیندهشان درخشان باشه. بله، در خاندانی که پدر و مادر کلانسال هستند یا اینکه بابا دارن، بیبی دارن یا میدانچه نزد حولگی دارن، خوب میشد که آنها رو مثلا گیریم برای باغداری گویند که همین نهال رو باید که آدم انخیل کند یا اینکه تگی نهال رو ما اگر 2 مراتب کلان زنیم و آب مانیم که باز نهال سبزیش میکند و کودک همین رو به خاطر میگیرد. خوب میشد که پدر و مادر یا بیبی و باباها آنها رو به آیله داری، به همون باغداری، شودگار کردنی میدان نزد حولگی، تازه و آزاده نگه داشتن محیط زیست آنها را دلشان را گرم کنند که آینده آنها به آیله داری هم آماده شوند. همین طور نه؟ تشکر زیاد. در حقیقت در روحی مهنت دوستی تربیت کردن کودک این تماما دیگر چیز است. بله. در محیط امروزی تاجیکستان در اکثر شهر و ناحیه ها مردم در حولی زندگی میکنند. البته برای رزق و روزی خود در پهلوی پدر و مادر ایستاده مهنت کردن این خوب است. بله. لیکن ما به مهنت جسمانی که خیلی گفته در بازار برآمده سودا کردن، در خوب پولچین شدن، عرب کشاندن و در نزد یک کس مزدوری مردی کاری کردن، این چیزها به تربیت مهنت دوستی نمی‌دارد. این ما برعکس بچه رو از روند درست آموزش خلل میرسانیم و روی به مهنت برمحل میبریم که این برای آینده کودک فایده ندارد. به حالت روح و روانی کودک هم بی تاثیر نمیماند. بی تاثیر نمیماند، لیکن در پهلوی پدر و مادر به کارهای خانه در участковی نزد حولگی کمک کردن این البته درست است. این 1 ساعت کمک میکند، 2 ساعت دیگه کتاب میخواند. این به فایده کار است و در تربیت مهنتی کودک کمک خود را میرساند. لیکن مقصد ما از کارهای بیهوده به مردکاری جلب کردن کودک، به بازار جلب کردن کودک، پدر و مادر باید خودداری کند و به این کارها جلب کردن برای حالت روحی روانی خیلی که شما قید کردید و به آینده کودک تاثیر منفی خود را میرساند. در دوران کودکی خوب میشد یک فضایی کنند که والدین و کودک از تاثیرهای منفی امین باشند. بله. وقتی که ما کودکی خیش رو به نظر می آوریم گویا که هر دقیقهش آفتابی است، چقدر بیغش، صاف، بی آلایش کودکی های ما پسی سر شدن، شب های ما مهتابی بودن، اینقدر روشن،
هرگاه که به خاطر می آریم کودکیمون را گمان میکنیم که یک دوره های طلایی بود. همین طور نه باید که پدر و مادران آنچنان شرایط مهیا کنند برای فرزندانشان که آنها به خاطرشان نقش بندد. بیشک و شبه. بینید تاثیر یا تقدیر جنبانی من و شما که ها هستن؟ باز همون پدر مادر و استادا. بله. که ما به همین خیل می سازن شرایط زندگی را. آباد باشد هر عائله، آرام باشد هر عائله. تاجیکستان عزیزی ما آرام و آسوده و گلبیز و گلریز باشد. بله. مهر و محبت باشد و از دهان هر که معنی شما نمیخواه شهد و شکر، چون که کودکا علمی نگیرندگه البته همین گونه شهد و شکر میده. محبت خانه دل باشد. تشکر. امروز ما آفتابی محبت حتما به خاطر میبینیم، چون که آفتاب گرمی است، محبت مهر است. در مرکز شعبه سیاحی کشورشناسی عمل میکند که با همراهی محفلچیان یعنی که اعضای محفل به سیر و گشت میبرند. این خودش یک چی گویم کودکان به سیر و گشتایی که پدر و مادر و کار هستند برده نمیتونند، از اینجا میبیان با همراه معلمه از تاریخ یکمش باخبر میشوند. جاهای سیاحان که تاجیکستان من طبیعتی زیبا دارد، سیاحا بسیار توجه کرده ایستادند. از این محفل یعنی که خوانندگان خودشان را همچون سیاح حس میکنند، بیرون میبرایند و از تاریخ باخبر شده در آینده میتوانند همچون ترجمان. مثال گیریم اگر همون جایی که تاریخی به آنها پسند آمد، در دل آنها ذوق پیدا می شود که من ترجمان می شوم. ترجمان شدید که سیاحان را به همه جایی زیبا منظری تاجیکستان می برید، از تاریخ باخبر می شوید. من جهانی سپاس میگویم به یکایک شما برای چنین اندیشه های زیبا، اندیشه های سازنده، اندیشه های بکرتان. تمنا میکنیم که پدر و مادران برای تربیه خوبی فرزندانشان اهمیت خاص میدن و همین تعطیل تابستانه کودکان خیش را خوب و خاطرمان آنها به راه میمانند. هر یک عملی که پدر و مادر امروز برای فرزندانشان میکنند در آینده برای فرزندانشان راهنما میشد، یک تکانی میشد که آنها میتوانند هر لحظه از همون لحظه های آفتابی زندگیشان یاد کرده باشند. تمنا میکنیم که امروز و فردای فرزندان ما خوب و خاطرمان باشد. بیننده های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تمنا میکنیم که خاندان شما آباد باشد، فضای مهر و محبت در عائله شما همیشه هویدا باشد. تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت،